مرگم فاجار بخوریم جا به نرنجی گلیم رخسار نرنجی دل دری دل دیوان دری جا به نرنجی همین 5 دقیقه که تیر نمیشه با ببینم اینا خوش شد من کوخنازی بخور گوساله جو بخور تازه سبز شفتال تازه بخور بزن به بدن بزن هیلا بله بابا چیکار میکنی؟ هیچی به گوسفندا گوساله علف آوردم بابا بیا اینجی بیای منو بابا اینجا بشینیم بابا پاشو متیار نشو نه بابا بابا خیلی راه نریم بابا ایمه دیگه چیکار کن تو راه نرو اوش کنیم بابا اوش کنیم بالا استقام پاکو نشینیم بابا ما چی گوسفندا خیسیت کنیم سه کنیم من فال بزرد سپاقو کش میکنم خیلی ویندرزینی به تو خورن تو سه چیز در علف کد که تو خورینو کجاونم میخورم دیگه خب کم کم بندو ده هر دم بندو خب هر دمه شو بابا من بیام اینجا بزی هفته و سرخ اینا بزی علف بندازم مندازم یک دفعه تا باشو مرگ کنم بخورم تو یک کار کن چیکار کنم خسور تو به من زنگ زد که بیا گیلک همی تاکسی رو بچلونه میفهمی؟ تاکسی با واسه که می اجای که این تاکسی بده دست چه خداده اصلا میگه 3 ماه شده دست چه خدا که اصلا یک ریپرزی ندیدم به دست شما انا گفت که دوماد نره که بیا بچلونه بعد هم مصرف حساب کتاب هر چه شد نسبه به تاکسی ما گفتی تو نه فقط روز 300 برای پاک کرده بره روز 300 روز 300 من کار ندارم کارم بشد نشد کار شده می 300 تو کنار شده کم 300 تو خب دیگه بابا از گوچرینی دل جمع میشم برو گوسفندات شما جمع میکنی ما جمع میکنم برو همال برو من بخ تسکی دیگه داریم ما دیگه تاکسی خسورتون وقت دیگه خب باش آمد بر نزنه که تو چری بیا میدی تسکی مرا میبینی بابا جان پیاره به دستتون میده بستون دازو بستون دازو بخی خوبه همال برو مستقیم بابا برو تو سگ چه زر علف کتر زو خورد اینجی سگ مگو با خالی تزایی نکنی که باید میشه تکر کنی بابا چاشو در پیش خونه عدل سگ کنه خوبه برو دیگه برو چه زر علف رو بیم یک دم پیشون خود میکنم همون دست یک نمیکنم برو بیم علفا کم کم میمونه نگه پول سگ تو مدام این بندخ اینجی سگو زد سفید رو تسکی دارم برادرها بیاین سوال چین که ببرن شمال به 4 نفر افریقیه تسکی دارین برادر تسکی سواری تسکی یخچالدار تسکی کولردار تسکی بخریدار به جایی که سایه باشه بخرید میزنه به جای هفته هم کولرار تسکیه برادر این مردم به خیالم هر چی که میرم همین دیزل تماما میرم اینایی که کرده همه بند باشه قبورغه نمیمونه تسکیه برادر تسکی داره ما تسکی مدل بالا مدل امرو برادر بیاید که بابا شما قال میدون شما به 27 ساعت میرسونم به شهر 2 کیلومتره برادر شیشه بیخش او بر خشداری بر بیخش مگرم برم در می خونه از این صدا کنم اینا ایت ویریو نمیشن بالا شه برادر بالا شه کلالاوه برادر دیگه بزی مطلع بالا نشیم برادر کم شماش آفن نیست بشین
تسکی و کتاب هم داره کتاب همین نگاه کتاب خونده بری طلباس که جدایه و طلباس که مالاش مالا در 4 دروازه وایه و خدمت شما باشه بانات هم بالا کنه که میشه بعضا برای مشین بشینم برادران تسکی داره با تسکی برادران بالا شب شهر بره بیا برادران خونه والا پیاده فامیلی بی فامیل مردم گذر همه ماشینی دل ایوی مردم می قلعه است که همه به فرغون برم شهر بیا برادر بیا کلالا و برادر افریپیه به بعدی بشینی 4 ریپیه به طلباس که بشینی 30 ریپیه به داخل سید بشینی افریپیه کتابم مطالعه کو چکار رانا؟ بله چکاری شهر میری؟ نه چی به شهر میری؟ نه چکاره؟ چکاری دیگه تو چی کاشته رو دمیگه که قداده میکشیدی؟ وقتی کاکا جو وقتی چرا ما تو کجا هستی؟ ما تاکوچی سراخو تاکوچی سراخو به تاکوچی سراخو که قداد کرد تو مگری بیایی دیگه که قداد ما گناه کریمه بیامدم که شما مردم راحت چیم چی راحت چی؟ موتر ما خب موتر شما چیکار شما می موترهایی که سوار میشی میریم همه قبرگاه شما همه پلاستیکه خب چه خدمت کنه وقتی کاکا وقتی چرا برا خده کله گنده خبره وقتی کاکا وقتی برو وقتی چرا به کجا برا تو قلب بغل میکنی خود من وقتی این تدالو سرا هم مردمه تدالو سرا مانه وقتی برو تسکی داری تسکی تو به فرقاتو بخوره تو گدا گدول کجا بیامدی گدا گدول نفته کنه میری مانه وقتی کاکا وقتی وقتی ما خواهی داریم وقتی خواهی داری تو برو به سرا الان بیامدیم تو دیگاه که قداده میکشی البته شما به تدالو سرا خو خویم ها وقتی کاکا وقتی یاری آدم گنده بیدی پسخه میرو ساده و یلا میگم که تو لکه بخوره وقتی گیرنده یا کوچوکیه گردانم بعد تو یک لقمه چف بخومه کنه وقتی کاکا وقتی میرو من تلنگ نده برو من در از این صورت تو از این صورت نمای لالا برو حتی دارم نابده شو برو نفر چندی میبینی؟ 7 ریپیه به 3 ریپیه بدی 4 ریپیه دنبال هم میشینید طلباس که اشتردون میبینی برو ما مترمه به او میشله به او میشله؟ اویه خوبه برو ساعت 2 بیجه مرکت دارم میرم خودتو شب برو ساعت 2 ساعت 2 میرم آره 15 بالا 12 برو نسته که تا دارم دقیقه کشید ساعت یلا میگم تو لکه بخوره شما مردم به خود نمیفهمیم به خوبی خوب با مو متره برین که همه قره چقور شیم مردم حال سبب نمایم بیا خیر کو سبب کو تسکی داره تسکی مدل بالا کمپنی چکاره برادر؟ بله برادر مردم به خواه نمیگذاری چی گپه؟ بله چکاره میگم سر صدا میکنی تسکی چکار کنم من؟ قیقه داده به شهر گفتم نمیریم به شهر چی مدل به شهر نمیره؟ یه از که مد شده این مدل که به در سراغ کشی تاکسی به شهر نمیره و چره؟ عقلم داری تو؟ نه
ها کدو هوشیار با تو موتر خریده که مسافر کشی کنی. بیارمه ماشاءالله. دروازه های رنوا میکردی. دروازه چی؟ دروازه ها موتر خو. تو خیالم میای نکات تو نمیبینه کوری بخی همین 4 دروازه وای طلبسکی وای جلو مشینی وای بس کو سفی خو. بی چی میده؟ عرق سر گاهی تنه گردن خور چرب میکنم. برو کاکا برو مردم بخیر. خب بله شما به شهر نمیریم به شهر. به شهر چی ما که به شهر نمیریم؟ به شهر بریم موتر داریم از خون. با تعدیم ما موترا لین محل مغز غیق نمیکشه. اصلا این مدل دیگه اصلا شما به این موترا تا محل خو میرین فقط اینا که مثل گنبد خونی مونه. همونا که اعصاب مرخود نمیکنه سر صدا نمیکنه. با سر ساعت میفهمی که کی میره. اصلا تو بگو که به تسکی میفهمی. با مدلی و میفهمی. میبینم اون نام خدا بدیدم مدلی رام میبینم. خب این اصلا به قیافه تو میخوره. نه به قیافه تو ماما جو بعد من نیایه. برو کاکا برات کار سکو پیاره به تو یک دقیقه بگذار تو بعد من نیایه. خوب تو اگه از اینجا مستقیم رگبار کرده بالی خر بری او هم به شرط خر خلموکی باشه. لیاقت تو خره من نمیفهمم هیچ تو متأخر برو برات کار برو برو شما مردم نزنی که جوونم نزنی. نه موتر تو یک موتر نه قیافه خود تو قیافه برو خدا جوونی بخیر خوش جوونم برو به تو میگم برو خود تیر کو اگه این دفعه صدا تو شنیدم شیشه ها موتر تو هم سالم نمیگذارم بیا عقل خیلی با شما نمیفهم کدو سرا با شهر میره. نه چی میفهمو همینجا برو به یک گوشه بسته کسماسی اگه موتر هم لازم داشته باشه میایه میگه مریض داشته باشه مشکل داشته باشه این مدلی که تو به در سرا مردم غیق میکشی بعده. پس ماما جو سرا شما مریض نیه. نه خدا نکنه ماما نمیفهم که دو سرا مریض داره. لا اله الا الله. یک کار کو برو تا مسجد بدم بلنگی اعلان کو بگو کسماسی مریض داره بیاره که ما برم پیش. ها برو این از این خیلی بیتره برو یک دفعگی هم مسلمانا رو زابرا میکردی دیگه. برو دیگه تو رو خدا برو. ماما ببخشید در سر مولا مسجد شما کجایه؟ حد ماریالا کو تو رو خدا برو خور تیر کو دیگه برو. نه یک پرسان میکنم. چی میپرسی؟ سر مولا مسجد شما کجایه؟ مولا مسجد چی میگی؟ شما نمیگین برو بلاسپیکر اعلان کو که مردم بیایه. بلاسپیکر که به خونه مولا مسجد نی. نه مسجد تو وا کنم میگم بیایم وا کنم داره. از اینجا که در میزنی خونه اول نه دیوم خونه مولا مسجد. کدوم؟ کلوتر همینجا تو خونه میبینی همین تا سر گلوی همین تا کای پیش برو دو تا خونه اول نه دیوم از مولا مسجده. دراونی یا چوبی؟ دراونیه. ببین پیار خو میگم بابا نمیشه رنگ و رنگ نداره رقم رقم نداره میگه برو بدی ها. سلام علیکم وندنا باشی ماما جان. سلامت باشی. وندنا باشی ماما جان همین در مسجد نمیشه وا کنیم این تلاس بکر جخ کنیم. چی جخ کنیم؟ چی جخ کنیم؟ شما کجا هستی؟ نشناختم شما. نو میبینم شما رو زی منطقه. من موتر دارم تسکی. خب چه کار کنیم ما؟ گفتن در مسجد وا کنیم. چرا خیلیته؟ همین لالا گفت تک سلام الله صاحب من جگایه. خب درسته ما به چه نایا؟ شما به چه خون صاحبین؟ بله یا به چه؟ همین در مسجد وا کنیم ما قیق کشیم این مردم بیای جمع شه بشینم تا تسکی ما 7 روپیه چوکی 30 روپیه تا بعدی انا طلبسکیو انا 40 روپیه هم بالا بومیو. میگم بله. تو کجا کلون شدی؟ من به سراخو تا لوکا به سراخو کلون شدم. عقل کمان از کجا یاد گرفتی؟ نه خب مدام مدار و پیار و میگم به من. پیر مدار تو عقل کمال یاد میدم. خورتکیا بعد از دوری طفلیت که تیر شد بوی عرق تنی گردن میده. ما معذور تنی گردن خود عرق خور پکنم. بفهمیدی ماما دوری طفلیت تیر شد 27 سال که دوری طفلیت من تیر شد عقل کمال و تربیه به جمع برار و پیار و مادر بود که به من یادم. بعد از اینا که بعد از دوری طفلیت برسید به دوری جوانیت
بعد از 27 سال 46 سال میشه که دوری جوانیت بفتاده به خانمه. انا اون گاهی یاد میگیرم گاهی با پس از این دیگه تو از این پل در سرا شما گتیشون تا به او بر پل برسم. نمیگم مر به او برجو تو به او برجو به او برجو که میرم با دوری جوانیت یاد ما میره. انا دوری پیرمیدیت انا باز او دیگه گفتم خوشو خدا با من خوشویی بده. اثر خود تو باشه دیگه انشالله. کی؟ خوشی تا اثر خود تو باشه دیگه. اشته مثلا اثر خود من امیت دوم به سل دسته درامه. دیگه چی برمیم میگه می بیشی رسو هم رنگ ما چیز باش دکسیا باش. من نمیفهم تو نشهی خماری بلیا تو چه کاره تو اشته آدمی تو به کدیو عقل خود کی تو ریکه که تو برو به در سرا ملا مسجد بگو بیا به تلاس بکر آخی تو به یک کجا مرتگه کلون آینکی شدی؟ مرتگه آینکی از کجا بود مرتگه آینکی؟ کی از کجا بود؟ این مرتگه آینکی که تو به در سرا مره که از کجا بود به کجا بود؟ اون از می سرا گفتون لسپیکر بیای واق کنه که ما غش کشم. آخه سادی بی عقل خدا او به سر تو رخشان زده تو رخشان زده او هم کدیو آدم شیاره بدیدی که به در سرا ملا مسجد بیای و چاشت لغلقه که تو بیا اعلان کو به تک که من نفر جخ کنم ما شما اصلا قبورغه داریم. با این مطلع شما آدم بی قبورغه نمیشه خدایی. من پیار بگو تک برو به دیا که مردم اسیده شم تلجلیجی آمده تلجلیجی یعنی خدایی من میفهمی تو مطمئنم که پیار تو از تو شیارتر آره گپ مفت نازی پیار تو شیاره تو پیار تو شیاره که برو کاکا جمع کو کاسه کوزی خوره حتی از این محله حتی از این قریه پیار تو شیاره که پیار به شیاریه. گپ مفت نازی اگه کسی به شهر رفته نمیده صبح برفته حال مردم از شهر میاین بچاش من میگم ازال تا به خفتن خوش شو اشته تو اشته آدم مردم بیا به خوبی خو میفهمیم. نه ما خوبی که تو به ما خوبی کنی هرگز ما نمیفهمیم نه ماهی ما نمیفهمیم دیگه. سرکه بعدی که بیا یک پیاله چای بیاری و یک گلاس دوغی بیاری اوی بیاری بیا من نگاه با من تبرقه میگه مثل نانی کلون مه هم سرکله تو به یک گلاس دوغی میارزه تلاس بکر اعلان کنم مرتکی بیا عقل نافهمت سیکو تسکی داره برادر تسکی ضد عفونت تسکی بی ضد عفونت تسکی برادر ما ضد همی دیزل تماما شدیم مترد چگله بیا برادر از این نگاه شما مستقیم میبرم بدون که کل ما شما به در جای به عفیفیه خیالم این وقت گنده آمدم که مرغ رو میتر کچانیه هم بیریمشم بلوک لیباتی یک دونه مرگم نمیفته که از این درخت ها کلنگمه